تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید سبب تأخیر پرواز هواپیمای شرکت اورالسکی اولینی از سنت پترزبورگ به دوشنبه وضع نامساعد باد و هوا است، نه چیزی دیگر. در پاسخ به اخراج 35 دیپلمات روس از آمریکا، کرمل مکتب فرزندان دیپلمات‌های غربی را بست و تخفیف سال نوی واقعیت است و یا حیله نوبتی تاجران فروشگاه‌های پایتخت تاجیکستان. یک ماه پیش با تلفن خرید بودیم 1900 سوم، حاضر است پرداخت کردن 2100 2200 یکی اون نرخه. مثلا من به نرخ ارزان کردم 25% نرخ ارزان شد. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید تأخیر در پرواز هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی به ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو ربطی ندارد. شیرعلی گنجالزاده روز 30 دکبر به رادیو زودی گفت بنابر نامساعدی هوا، هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی از سنت پترزبورگ نتوانست به دوشنبه پرواز انجام دهد. این سبب درماندن دهها مهاجر تاجیک در فرودگاه پولکوی شهر سنت پترزبورگ در 2 روز اخیر شده است. اما پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی از شهرهای روسیه به شهر خوجند تاجیکستان بدون تأخیر و در ساعت مشخص انجام می‌یابد. جنجال هوایی میان تاجیکستان و روسیه باعث سرگردانی صدها مسافر تاجیک شده است که اکثرا مهاجرانند و می‌خواهند سال نو میلادی را در وطن و در کنار خانواده جشن بگیرند. روز جمعه 30 دکبر کرمل اعلان کرد که تمام تحریم‌های آمریکا با پاسخ‌های مناسب مسکو مواجه خواهند شد. دیروز آمریکا با اشاره به بدرفتاری در مقابل دیپلمات‌های آمریکایی مقیم روسیه و حمله‌های هکری در دوره انتخاباتی پرزیدنت آمریکا 35 دیپلمات روس را اخراج و علیه مسکو تحریم‌های نو جاری کرد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی میگویند کرمل در پاسخ به اخراج 10 دیپلمات روسیه از آمریکا و تحریمات نو مکتب فرزندان دیپلمات‌های 3 کشور غربی را بسته است. از این پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز 29 دکبر اعلام کرد 35 دیپلمات روس را از کشور اخراج می‌کنند. به آنها دستور دادند در 72 ساعت آمریکا را ترک کنند. با گفته خدمات استخباراتی آمریکا، این دیپلمات‌ها در حمله‌های اینترنتی با هدف تأثیر گذاشتن به انتخابات پرزیدنتی آمریکا دست دارند. در بیانیه باراک اوباما این افراد را کارمندان خدمات جاسوسی نامیدند که وظیفه‌هایشان با مأموریت دیپلماتیشان موافقت نمی‌کند. در بین آنها نام کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتی روسیه در شهرهای واشنگتن و سان فرانسیسکو هست. علاوه بر این 2 انشاءاتی که به روسیه تعلق داشت و به گفته باراک اوباما برای جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رفت در آمریکا بسته شد. یکی از آنها در ناحیه ایسترن شور ایالت مریلند و دیگری در جزیره لانگ آیلند در نیویورک جای گیرند. آمریکا همچنین به ازید FSB و گرو سرایست جاسوسی نظامی روسیه و 3 شرکتی که برای حمله‌های رخنگران پول می‌دادند تحریم جاری کرد. چندی از کارمندان بلندپای گرو هم زیر تحریم ماندند. در روسیه تحریمات را بی اساس و غیر قانونی نامیدند و دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه گفت هدف این قرار باز هم بدتر کردن رابطه‌های به این هم بدی آمریکا و روسیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با نشر بیانیه درباره رخنگری‌های اینترنتی گفت وقتی رسید که کشور در فکر آینده باشد و با کارهای مهمتر و جدی‌تر مشغول شود. با وجود این من با نظرداشت منفعت ملت درباره این وضع با نمایندگان خدمات مخصوص گفتگو میکنم، گفته است دونالد ترامپ. برنامه را ادامه می‌دهیم. با بسته شدن رزمایشگاه سربازان روس در کنار دهه دره آب، زندگی ساکنان ده آرام شده است. امسال برای اولین بار ساکنان از صحرا بی تلفات حاصل کشتی خود را جمع آوری کرده و حتی در باغچه‌های حولی‌شان برای استراحت جای آماده نمودند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. اقبالبی لشکر و 1 سال باز در حولیش بی‌ترس و وهم می‌گردد. وی 15 سال آرامی نداشت و همیشه از تیر دیدوی سربازان روس در هراس بود. دهه دره آب در 10 کیلومتری رزمایشگاه حامیان که قبلا مومیرگ نام داشت قرار دارد. در این رزمایشگاه تا ماه دکبر سال 2015 نیروهای قسم حربی روسیه که در شهر کولاب جایگیر بودند مشق‌های حربی می‌کردند. بی اقبالبی حتی نبیره‌هایش را نیز نمی‌گذاشت که در کوچه بازی کنند. این که بود که اینجا می‌آمدن خیفر می‌گردیم و مثل در کد می‌برویم می‌شینیم
اینم خیلی تیرامی می اومدن تحقیق میشه. این آرامی بعد آن به این دهه هممرز افغانستان برگشت که پایگاه نظامی 201 روسیه را از این منطقه به ناحیه رودکی کشاندند. همین سالایی که پیش همیشه میزنن حوصله درویدن نمیتونستن. یا خیلیش میسو. حوصل همین حوصل خیلیش اونش سوزای مثال یکون آدم تشویش نمیکشه. میره با حضور همون چیز شدراو میکنه میوراو. به گفته ساکنان ماه قبل خبر دوباره برگشتن نظامیان روس آنها را در تهلکه انداخت، ولی وزارت دفاع تاجیکستان هدف بازگشت نظامیان روس به این منطقه را تمرین موقتی عنوان کردند. به نزدیک اعلام کردن که 12 ماه دکتر بود تفاعلی میشه آدم اونجا بچه‌ها اعلام کنید هیزم در نران گسمت شدن خیلی مکتب بچه‌ها اعلام کردیم خیلی ممکن افتمان پروندن برای که یگان چیز نیومد اینجا ممکن پولکای خودم بودن افتمان. در 15 سال مشق و تمرین سربازان پایگاه 201 صدها سر چاروای ساکنان دره آب تلف یافته 11 نفر از باشندگان جان خود را از دست دادند. بر ضمن آنکه 8 سال پیش پسر 19 ساله سلیمان میرزایف از گلوله به حولش افتاده نظامیان روس جان باخت، اما ایوان و دیوار آسیب دیده خانه‌اش هنوز هم تعمیر نشده‌اند. این همیشه این افزاد همین وقت پاکیزه خرابایی بود همه شکاف شد او 2 تریزه او 3 تا ای 4 تا ای 5 تا همین 5 تریزه پاکیزه ریخت خونه ها این همی جای تیر این همی تیر کاگه نمیاره این دیگه این همی تیر نمیاره. دهه دره آب با داشتن 500 خواجگی در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین کلانترین دهه به شمار می رود و ساکنان آن از پرزیدنت طلب دارند که دیگر برای تمرین سربازان روس در مشقگاه نزدیکیشان اجازه ندهد. مایده مایده ریزه ریزه غصه غصه پر شده زندگی مشکل شده радио озодӣ вобаста ба фарорасии соли нав барномаи фарогирӣ ҷанбастиро бароятон омода кардааст ки муҳимтарин ҳодисаҳои сол дар тоҷикистонро инъикос мекунад. ҳамчунин беҳтарин овозхонони тоҷик аз минбари озодӣ бароятон таманниёти худро мефиристанд. ҳамаи инро шумо метавонед дар рӯзҳои оянда дар вебсайти мо ва ҳамчунин дар озодӣ видео тамошо кунед. ва дар идомаи мавзӯи соли навӣ бо наздик шудани ин ҷашн бархе аз мағозаву фурӯшгоҳҳои шаҳри душанбе барои молу маҳсулот тахфиф эълон намуданд. чунин иқдом бархи харидоронро хурсанд кардааст, аммо теъдоди дигар ба ин ташаббуси масъулони мағозаҳо бо шубҳа менигаранд. барод юсуфӣ воқеияти тахфифҳои соли навиро таҳқиқ кард. поин кардани қимати молу маҳсулот дар фурӯшгоҳҳои пойтахт дар арафаи соли нави мелодиро бархи сокинон аз воқеият дур медонанд. онҳо мегӯянд ин чизе бештар аз як усули ҷалби муштариён ва фиреби назар нест. ҳамин распродажода рӯз дига мо боварӣ надорем, барое ки ҳамин як моҳ пеш мо телефон харида будем 1900 сум, ҳозир распродажа карданд 2100 2200 неки ҳамун нарха. тахфифи соли навии фурӯшгоҳҳои душанбе аз 5 то 75% эълон шудааст. маҳсулони мағозаҳо мегӯянд шояд бархи тоҷирон ба хотири фиреби назар қиматҳоро дар мавсими идона боло нишон дода чанд дарсад тахфиф эълон кунанд, аммо ширкатҳое ки харидори воқеӣ доранд ҳеҷ гоҳ харидорро фиреб намекунанд. 7 моҳ пеш ин нархҳое ки дар мағозаи мо буд ҳамаи онҳоро мо дар компютер ворид мекунем, дар системаи худ ворид мекунем. аз ҳамон нархҳое ки буданд мо метавонем фақат арзон кунем, тахфифоша аз 10 то 30% арзон мекунем. мо харидороне ки мушоҳидакоранд ва қимати молу маҳсулот дар мағозаҳоро мушаххас медонанд, ба тахфифи молу маҳсулоти теъдоде аз фурӯшгоҳҳо бовар доранд ва харидорӣ мекунанд. пештар ман ин магазин меомадам, дар Милан омода нархи ҳамин 1600 сомонӣ буд. ҳозир яъне ки акса рафтеста нархаш 399 сомона. масалан ман ба нарх арзон карда 25% нарх арзон шуд. این خیلی که پیشتر البته نرخشون بلندتر بود 1000 و چند و همه چیزهایی که اینجا هست. بعد که میگویند فایزش همین قدر اینو میفرارن ارزان میکنن. ҳарчанд барои нархи молу маҳсулот тахфифи идона то 75% эълон шудааст, аммо дар дукону мағозаҳои пойтахт ба истилоҳи русӣ ажиотаж ба мушоҳида намерасад.
тоҷирон мегӯянд ҳадафи тахфифҳои баланди нарх ба ҳар роҳу усул фурӯхтани молу маҳсулоти мавсимӣ ва ҷамъоварии сармоя барои пешниҳоди муди нав дар мавсими оянда аст. خریداران میگویند بعضا نرخ و نوا در بعضی فروشگاه‌ها غیر واقعی بلندند که حتی با تخفیف‌های بالا نیز نرخشان دستنورس باقی میماند. این شب روز بازار کیروی بابای برفی و برفک در شهرهای تاجیکستان خیلی گرم شده است. از جمله در شهر خوجند خانواده‌های زیاد برای تبریک فرزندانشان این قهرمان‌های سال نوی را دعوت می‌کنند. همکاران ما بازار و برنامه‌های تفریحی بابای برفی و برفک را آموختند. برای ظفر عرفه سال نو موسمی کار و به دست آوردن پول است و شغلی معین ندارد و جای هم کار نمی کند. او 20 روز لباسی بابای برفی می پوشد و برای نبیره هایش تحفه سال نو می دهد، ولی شب سال نو درخواست های بیشتر دارد. خب 20 سوم میگیرد بغیر 10 سومش کدومو 10 سومش تحفه. مثل ظفر به فرق از سالهای گذشته در میدان ستاره های خوجند شماره بابای برفی زیاد به نظر می رسند. اگر سالهای گذشته تنها در نزد ارچم می ایستادند و با ساکنان عکس می گرفتند، ولی حالا با کلوار سال نو در جستجوی مزاج یعنی نبیره ها هستند. این کودکان در باغچه بچگانه به جشن سال نوی آمادگی میگیرند تا در نزد بابای برفی و برفک با چهره منقش شعرخوانی کرده و تحفه بگیرند. این برای بودی آرت می باشد، رسم برای روی می باشد. حاضر این مد است برای کودکانی که در ویترینی سال نوی برنامه ها چاره‌بینی ها می شود. چنین رویشان را آرایش می دهیم. موهبه در این جشنگاه کودکان نه فقط آرایشگری میکند، بلکه لباس برفک را هم میپوشد و با کودکان همراه بابای برفی بازی های گوناگون تشکیل میکند. ما سیناریوهای خود را داریم. وقتی که میرویم با کودکانی آنها رقص میکنیم، شعر میپرسیم، بازی ها میگذرانیم، همه عائله را به رقص میاندازیم، سرودها میگذاریم. باز تحفه‌ای که ما دستی خودمو اختراع میکنیم اون را همچون تحفه سال نوی برای آنها کودکان میسپاریم. جشن سال نو برای ساکنان تاجیکستان نو شدن تقویم است و آن را اکثریت تجلیل میکنند. بابای برفی و برفک از رمزهای اصلی آن است که با تحفه ها و تمناهایشان مژده از نقشه های نو میدهند. با این وجود در جامعه سنتی تاجیکستان بعضی از افراد میگویند این جشن مسلمانی نیست و نباید جشن گرفته شود. اما امسال شورای علمای کشور با یک فتوا گفت که جشن سال نو یک عادت است، نه عبادت، و تجلیل آن را همچون عید قانونی روا دانست. و خیرخواهی یک مهاجر تاجیک در روسیه او را به قهرمانی شبکه اجتماعی تبدیل داده است. ایرینا فیسینکا یک ساکن مسکو در صفحه فیسبوکیش درباره عمل ثواب عمر فروشنده تاجیک میوه و سبزیجات نوشته است که برای کودکان بیمار یک قوطی خرما و پمیدور تقدیم نموده است. ایرینا در دایره اقدام اجتماعی برای کودکان در حال مرگ با کمک افراد سخاوتمند ماندارین جمع می‌کرد و چنین عمل مهاجر تاجیک نه تنها خود او بلکه هزارها کاربران شبکه اجتماعی را در حیرت گذاشت. زیر مطلب ایرینا نزدیک 2000 نفر شهر گذاشته برای عمر دستی دعا شدند. و با همین خبر انسان دوستانه نشر آخرین برنامه اخبار را در سال 2016 پایان میبریم. تشکر به همه شما که این مدت ما را همراهی کردید. رادیو آزادی وابسته به فرارسی سال نو برنامه فراگیری جنبستی را برایتان آماده کرده است که مهمترین حادثه های سال در تاجیکستان را انعکاس میکند. همچنین بهترین آوازخوانان تاجیک از منبر آزادی برایتان تمنیات خود را میفرستند. همه این را شما میتوانید در روزهای آینده در وبسایت ما و همچنین در آزادی ویدیو تماشا کنید. برایتون در سال نو خوشروزی و تنسیتی میخواهم و امیدوارم که همین گونه با ما خواهید بود. تا ملاقات بعدی در سال 2017 خدا نگهبان هر یکی شما.